وزارت عدلیه روسیه روز 29 آگوست سال 2022 یکی از 6 کتاب حدیث ها درباره زندگی و سخنان پیامبر اسلام محمد صحیح البخاری را بر روی خط سیاه ادبیات افراطی و ممنوع شامل کرد. بنا به گزارش مرکز اطلاعاتی و تحلیلی سوا، حکم افراطی دانستن این کتاب حدیث ها را دادگاه نهایی رئیس جمهوری تاتارستان هنوز ماه دکبر سال 2021 قبول کرد. 5 یونیو سال 2022 دادگاه عالی تاتارستان این حکم را تصدیق کرده است. همراه با کتاب حدیث های صحیح البخاری، کتاب های بلوغ المریم و جلد اول تفسیر قرآن شریف نیز بر روی خط سیاه روسیه شامل کرده شدند. بنا به خلاصه مرکز بین منطقوی تشخیص های شهر قزان که مرکز سوا از آن نقل قول کرده است، در کتاب حدیث های صحیح البخاری گویا نقطه های است که نظام دنیوی دولتداری معاصر را رد کرده نسبت به پیروان دین‌های دیگر از جمله یهودیان، مسیحیان احساسات دشمنانه را دامن میزند. تشخیص همچنین خلاصه داده است که این کتاب حدیث ها گویا برتری دین اسلام را تبلیغ میکند و گویا مسلمانان را به انجام عملهای خشونت‌آمیز تحریک میدهد. ادوکات رسلان نگیف در یک ویدیو شرح داد که سخن درباره منع تنها یک کتاب نشر شده میرود، نه درباره منع در عموم تمام آثار محمد البخاری. صحیح البخاری در عصر نو از جانب امام محمد معروف به امام البخاری تهیه شده صحیح ترین مجموعه حدیث ها درباره زندگی و سخنان پیامبر اسلام محمد اعتراف شده است. برخی روحانیان این کتاب حدیث ها را بعد قرآن دومین کتاب از همه موثق و معتبر برای اهل سنت می شمارند.